خب خونه تعمیرات، کافه تعمیرات. میگن که تو کانادا کلا تعمیرات خیلی گرونه، ولی اینجا شهرداری و کتابخونه و اینا اومدن یه سرویسی ایجاد میکنن تا هر محلی شنبه ها که هر کسی ببین مثلا این قسمت کتابه، کتاب تو خونه داری بیار بذار اینجا کسی دیگه برداره. بعد آموزش نقاشی به بچه ها. ارزم به حضورتون که برکار، تعمیرکار لوازم خونگی و اینا. ببینید داره مارکت تعمیر میکنه. این همش رایگانه، تعمیر لوازم الکترونیکی. حتی تلویزیون رو من دیدم این داشته تلویزیون تعمیر میکرد، کاملا رایگان.